یک رویا شروع شد. شنیدید میگن اگر قدرت فکر کردن بهش رو داشته باشی، لیاقت به دست آوردنش رو هم داری. امروز میخوام یکی از خاطره هامو براتون تعریف بکنم که عیناً این قضیه رو ثابت میکنه. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سمیه‌ام، اینجا هم کانال سومی بیوتی این جرمنی هستش. اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردی، خوشحالم میکنی با سابسکرایب کردنش. اگه هنوز ویدیوهای قبلی رو نگاه نکردی، حتما برو یه نگاهی بکن. من سعی میکنم ویدیوهای بی محتوا نذارم براتون و اگر ویدیویی رو میذارم خودم احساس میکنم که اون ویدیو میتونه به بقیه کمک بکنه. امروز میخوام یکی از خاطره های خیلی خیلی قشنگم رو که میتونه به خیلیاتون انگیزه بده رو تعریف بکنم. ما همه جا صحبت های کلیشه‌ای خیلی میشنویم. خیلی از پیج ها، خیلی از کانال ها، خیلی از نویسنده ها، به هر حال خیلی ها اومدن و کلمات کلیشه‌ای، صحبت های کلیشه‌ای رو دارن به ما میفروشن. چطوری؟ شاید هیچ پولی بابتش دریافت نکنن ولی وقت ما رو دریافت میکنن. این باعث شده که من سعی بکنم که بیشتر اهل عمل باشم تا اهل حرف زدن. خوشحالم از این بابت. اینکه الان قراره چند دقیقه رو وقتت رو در اختیار من بگذاری و به حرفای من گوش بدی، بابتش داری وقتت رو به من میفروشی. من هم دلم میخواد به ازاش یه چیز خیلی خوبی رو به تو بدم که ارزش این رو داشته باشه، ارزش وقت گذاشتن برای من رو داشته باشه. من یه دختر 19 ساله بودم، توی تهران، توی یه خونه‌ای کار میکردم. چی کار میکردم اونجا؟ برای یه خانومی کار آرایشگریشو انجام میدادم که نمیتونست بیاد آرایشگاه. رفته با این خانواده خیلی دوست شدم و حتی توی خونهشون هم کار میکردم وقتی که نیاز داشتن، مهمان داشتن یا حالا به هر دلیلی مثلا نیاز به کمک داشتن، من حتی حاضر بودم که مثلا برم اونجا هم کار بکنم. یعنی میخوام بهتون بگم که کار کردن برای من هیچ عیب و عاری نبود. من اگر جایی میتونستم آرایشگری بکنم، از هنرم در بیارم، پول در می آوردم. توی سالنم مشتری داشتم، اونجا پول در می آوردم. اگر حتی با ماشینم میتونستم کار بکنم، سرویس برمی داشتم، کار میکردم. حتی توی خونه اون خانم، چون خیلی خانم مطمئنی بودن، خیلی انسانهای پاک و با شرافتی بودن، من اونجا هم حتی کار میکردم و موقعیتم طوری بود که باید کار میکردم تا اینکه بخوام دستام بزنم زیر چونم و منتظر باشم یکی بیاد اون لباسی که دوست دارم و برای من بخره، یا یکی بیاد اون ماشینی که دوست دارم و برای من بخره، یا اون سفری که دلم میخواد منو ببره. این برای من خیلی دردناکتر بود که یکی بخواد از بالا به من نگاه بکنه که اون داره برای من کاری انجام میده و من به ازاش مجبور باشم کارهایی رو انجام بدم که دلم نمیخواست و دوست نداشتم. خلاصه اینها رو بهتون گفتم که بدونید که همه ما ممکنه توی شرایطی قرار بگیریم که کارهایی رو انجام بدیم که دوست نداریم، اما اینکه اون کار چقدر شرافتمندانه باشه خیلی مهم هستش. من الان با افتخار برای اولین بار جلوی این دوربین دارم میگم، من توی خونه اون خانوم نظافت میکردم و وقتایی که مهمون داشتن توی مهمونداریشون کمکشون میکردم و به ازاش هم پول دریافت میکردم. حالا اینکه یه وقتایی هم کار آرایشگریشون رو انجام میدادم چون نمیتونستم بیان آرایشگاه، اون هم به هر حال کار بود برای من. اما این کارها باعث شد که یک معجزه خیلی بزرگی توی اون خونه برای من اتفاق افتاد. این معجزه چی بود بچه‌ها؟ این خانم دخترشون که ما با هم خیلی دوست شده بودیم، سفرهای خارجی خیلی زیادی میرفتن. کارشون طوری بود که بیزینسشون تجاری بود و در واقع بیزینسشون صادرات بود، اینطوری بهتون بگم، صادرات واردات بود و به همین دلیل خیلی سفرهای خارجی میرفتم. من یه بار که خونهشون بودم، اینا از سفر شنگنشون برگشته بودن که خانوادگی اومده بودن و این سفر یک سفر توریستی بود براشون. بعد از اینکه موهاشون رو رنگ کردم، وقت اضافه که داشتیم نشستیم و به من گفتش که بیا من عکسامون رو نشونت بدم و صمیمیت ما در حدی رسیده بود، انقدر اینا به من اطمینان پیدا کردن که من از حتی مسائل خانوادگیشون هم مثلا
در جریانش بودم و برای من تعریف میکرد. دوستیمون در این حد شده بود. و ایشون برای من لپتاپش رو باز کرد و این عکس‌ها رو باز کرد برای من. من شروع کردم دونه دونه این عکس‌ها رو خودم کلیک میکردم، میزدم، نگاه میکردم. از سفرهای مختلف توی کشور مثلا آلمان و اتریش و سوئیس و هلند، همه این کشورها رو اومده بودن، گشته بودن توی اون 3 ماهی که اروپا بودن. رسیدم به ایتالیا. اون عکسای این کشور نه که جذاب نباشه بود، ولی نه اونقدر که من رو در اون حد جذب بکنه، چون من کلا جاهای خیلی تاریخی رو خیلی دوست دارم، عاشق جاهای تاریخی هستم. تا اینکه رسیدم به عکسای ایتالیا. عکسای ایتالیا رو که باز کردم دیدم واو چقدر قشنگ ایتالیا. وقتی عکسای روم رو میدیدم، عکسای ونیز رو میدیدم، باورتون نمیشه اون لحظه سرشار از آرزو شده بودم. فقط تنها چیزی که اومد توی قلبم و توی ذهنم این بود که خدایا اگر من شانس این رو داشته باشم که یک نقطه از این دنیای به این بزرگی که اون زمان فکر میکردم بزرگه و الان میدونم که چقدر کوچیک هستش رو ببینم، لطفا این شانس رو به من بده، من ایتالیا رو ببینم از نزدیک. من عاشق ایتالیا شدم. و خلاصه این که در لحظه این فکر اومد توی ذهن منو عبور کرد و بعد از اون شاید من هیچ وقت حتی نتونستم سالها به دیدن اون خانواده برم، به خاطر اینکه محل زندگیم تغییر کرد، اصلا پلن زندگیم تغییر کرد، اصلا زندگی متفاوت شد. من ازدواج کردم و خلاصه همه چی متفاوت شد و من ارتباطم با اونها در حد سالی سلام علیک و در این حد بود. و من شاید هر از گاهی حتی قبل از اینکه ازدواج بکنم خب به این فکر میکردم که بخوام مهاجرت بکنم، ولی بعد از اینکه ازدواج کردم، ازدواج دومم رو، دیگه حتی به مهاجرت فکر هم نمی کردم، چون که می دیدم که همسر من چقدر وابسته خانواده‌اش هست و اصلا فکرش هم نمی کردم که این آدم بتونه مثلا مهاجرت بکنه و فکرم به این نمی کردم که من بخوام یه روزی ازش جدا بشم حتی. و اصلا افکار من به سمت و سوی دیگه ای رفته بود. هر از گاهی شاید مثلا سالی یه بار 2 سال یه بار فقط میومد تو ذهنم که ایتالیا چقدر قشنگه. یعنی میشه من یه روز اینقدر پولدار بشم که بتونم یه سفر توریستی ایتالیا برم و ایتالیا رو از نزدیک ببینم بعد بمیرم. شاید همه آرزوی مکه رفتن داشتم، من آرزوی ایتالیا رفتن داشتم. خلاصه از اون قضیه هول و هوش 8 سال 9 سال گذشت. من شدم 28 ساله. من شدم یه زن 28 ساله. یک روز بهاری که یه آفتاب خیلی ملسی هم میتابید که هم خوشت میومد، هم لذت بخش بود، هم نسیم خیلی خنکی میوزید، از طرفی هم بوی خوب گل و گیاهایی که تازه رویده بودن به مشام آدم میرسید، آدم رو مست میکرد. از اون هوای ملس، از اون بوهای خوبی که به مشام آدم میرسید، آدم احساس میکرد که داره توی بهشت قدم میزنه. اما از درون توی جهنم بودم. یه همچین روزی من دست بچم توی دستم بود، داشتم توی خیابونی راه میرفتم. 9 سال از اون قضیه گذشته بود. داشتم توی خیابون راه میرفتم. چرا میگم قبلش اینو توضیح بدم چرا میگم آشفته بودم؟ چون هیچ پولی توی جیبم نبود، چون کلی ترس توی دلم بود، چون هیچ کسی رو نداشتم پشتیبانم باشه جز خدا، چون یه جای جدید قدم گذاشته بودم، چون همه چیز برام جدید بود و این بود که از درون آشفته بودم و اصلا نمیدونستم کجا هستم. دست بچه تقریبا 4 ساله، 3 سال خورده ایم تو دستم بود. داشتم توی خیابونی راه میرفتم.
از اتوبوس پیاده شدم، توی خیابون داشتم راه میرفتم. یه چند تا همسفر دیگه هم با ما بودن که اونها هم آشفتگی های من رو داشتن و نمیتونستن حامی و پشتیبانی باشن که بتونه از آشفتگی های من کم بکنه. یهو چشمم خورد به یه ساختمون خیلی قشنگی که رویایی بود برای من. اصلا اون بنا، اون ساختمون ها، اون شهرسازی برای من خیلی جذاب به نظر اومد. چشمم خورد و برگشتم به اون همسفرم گفتم وای چقدر اینجا قشنگه، چقدر اینجا جذابه. گفت آخه اینجا ایتالیاست. ما وارد ایتالیا شدیم. ما اسلوونی بودیم و پیاده داشتیم یه مسیری رو از اتوبوس پیاده شده بودیم، داشتیم میرفتیم که سوار یه در واقع قطار یا یه اتوبوس دیگه بشیم که مرز زمینی رو وارد ایتالیا شده بودیم و من لوکیشنم 0، یعنی لوکیشن خانیم 0، مپ خانیم 0 و من هیچی نمیدونستم که کجا هستیم، کجا داریم میریم. من هیچی نمیدونستم، فقط برنامه رو یکی دیگه میریخت. میدونید چی میگم؟ من اون مسیر رو داشتم قاچاقی رد میشدم و وقتی وارد ایتالیا شدیم اون لحظه اون خانم وقتی به من گفتش که آخه اینجا ایتالیاست، من یه لحظه وایستادم، اشک میریختم. گفتم خدایا چقدر من کوچیکم، چقدر تو عظیمی، چقدر این دنیا کوچیکه، چقدر آرزوهای من ناچیز بود، چقدر من کم خواستم. اون لحظه فقط گفتم خدایا کاشکی بیشتر خواسته بودم، کاشکی بهتر خواسته بودم، کاشکی یه جور دیگه آرزو کرده بودم. من وارد ایتالیا شدم. قدم به قدم که برمی داشتم خدا رو حس می کردم به خاطر اون برآورده شدن آرزوم، به خاطر اون معجزه‌ای که در من اتفاق افتاده بود، به خاطر اون ایمانی که در من به وجود اومده بود. اونجا قدرت گرفتم. من در اوج ضعف قدرت گرفتم. اونجا فهمیدم که تو هر چیزی که بخوای به دست میاری. فقط از یک رویا شروع میشه، فقط از یک فکر شروع میشه. من از صمیم قلبم خواسته بودم، من از صمیم قلبم آرزو کرده بودم که خدایا بشه من ایتالیا رو ببینم. من اومدم ایتالیا تو بدترین شرایط، ولی اومدم. چرا؟ چون من خوب دعا نکرده بودم، چون من شاید خوب نخواسته بودم. حالا به هر حال ولی خوشحالم اومدم. من ایتالیا رو از نزدیک دیدم، چند تا شهرش رو رفتم. شاید توریستی نبود ولی دیدم. اون سفر برای من توریستی نبود. حالا الان بعد از چی شد که حالا این به ذهن من رسید؟ بعد از مدت‌ها، بعد از گذشت الان 36 سالمه، 28 سالم، بعد از گذشت 8 سال من میخوام دوباره یه سفر به ایتالیا برم و این رویا برای من دوباره به وجود اومد که خواستن توانستنه. تو فقط باید بخوای. اگر قدرت فکر کردن برات به وجود اومده، یعنی لیاقت داشتنش هم به وجود میاد. این باعث شد که من این ویدیو رو ضبط بکنم، این ویدیو رو با شما به اشتراک بگذارم. میخوام بهتون بگم که بچه ها این دنیا خیلی کوچیکه، آرزوهای ما خیلی کوچیکن. ما فقط باید ایمانمون رو بزرگ بکنیم، ما باید اعتمادمون رو بزرگ بکنیم و بخوایم بنویسیم، حتی آرزوهامون رو بنویسیم. ثبت کردنش برای من خیلی معجزه کرده. ثبت کردن آرزوها، من شاید اینو بعد از اون قضیه متوجه شدم، ولی الان که متوجه شدم که چقدر معجزه میکنه این کارو خیلی وقتا انجام میدم، حتی برای چیزای کوچیکی که میخوام به دست بیارم، حتی یه گوشی که میخوام بخرم. خلاصه این که همه چیز از یک رویا شروع میشه. هر چیزی که ما توی زندگیمون به دست آوردیم قبلا بهش فکر کردیم. شما تصور بکنید از کوچکترین چیزها تا بزرگترین چیزها، اون چیزی که ما فکر میکنیم که لایقش هستیم رو بهش فکر میکنیم، اون چیزی که ما بهش فکر میکنیم لایق به دست آوردنش هستیم. افکارمون رو بزرگ بکنیم، گسترده بکنیم. فکر ما از این دنیا خیلی بزرگتره.
وقتی واردش میشی، وقتی میری میگردی، میبینی که چقدر این دنیا کوچیکه، چقدر این دنیا کوچیکه. خلاصه سرتون رو به درد نیارم، قراره که یه سفر ایتالیا برم و خیلی خوشحالم از این بابت و امیدوارم که تک تک آرزوهای شما هم به همین سادگی، بدون اینکه فکرشو بکنید، به دستتون برسن و لمسشون بکنین و براتون خاطره بشن. دوستتون دارم خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد. امیدوارم که این خاطره به درد شما خورده باشه و برای من کامنت بنویسین. کامنتاتون خیلی به من انرژی میده، خیلی زیاد. و لایک هم فراموش نکنین. اگر که دوستی دارید که ناامید هستش از این دنیا و خسته هستش، لطفاً ویدیو رو براش بفرستین. دلم میخواد که توی این دنیا مأموریتم رو انجام بدم و باعث شادی از افراد بشم و بتونم بهشون انرژی مثبت بدم. این مأموریت من توی این دنیا هستش و عشق به اون قلب مهربونتون، عشق به اون روی ماهتون. دوستتون دارم، ماچ به کلتون. دوستتون دارم، دوستتون دارم، دوستتون دارم. خداحافظ.